درود بر دوستان عزیز و همراهان گرامی کانال اکسنس فارسی. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید و هفته‌های گذشته هفته‌های پرسودی برای شما بوده باشه. امروز قصد دارم الگوی دیگه از الگوهای کندلستیک رو برای شما آموزش بدم. دوستان اگر ویدیوهای قبلی الگوهای کندلستیک رو در کانال اکسنس فارسی مشاهده نکردن میتونن به این صورت وارد کانال بشن. اگر دوستان نمیدونن آدرس کانال چی هست، شما زمانی که وارد سایت یوتیوب میشید در بخش سرچ یوتیوب کلمه اکسنس فارسی رو تایپ بکنید مانند روبرو که اینجا برای شما نوشتم و بعد از زدن اینتر وارد این صفحه میشید که برای شما نمایش داده میشه. آرم اکسنس رو شما مشاهده میکنید و روبروی اون اکسنس فارسی رو میبینید و با کلیک بر روی این آرم وارد سایتی میشید که صفحه اکسنس فارسی هستش در یوتیوب. شما میتونید از این بخش به ویدیوهای کانال دسترسی داشته باشید، به پلیلیستش دسترسی داشته باشید، به بخش کامیونیتی و در مورد ما میتونید اطلاعات رو ببینید، راههای ارتباطی رو. دوستان میپرسن آدرس سایت کجا هستش، آدرس گروه تلگرام چی هستش. در این قسمت زمانی که شما وارد بشید در سربرگ هوم شما خواهید دید که گروه تلگرام در این قسمت وجود داره. با کلیک بر روی اون شما میتونید به گروه تلگرام کانکت بشید و در اونجا به تبادل نظر بپردازین با دوستان دیگه. برای دانلود استراتژی ها و ثبت نام در بروکرها میتونید از سایت goldenrebate.com استفاده بکنید که در این قسمت وجود داره و اطلاعات دیگه هم که میتونید برای ما کامنت ها رو در پایان هر ویدیوها بذارید. من تشکر میکنم از دوستانی که کامنت رو میذارن و نظراتتون رو برای من بنویسید. اگر بتونم ویدیوهایی که شما خواستین حتما برای شما تهیه میکنم و در کانال با شما به اشتراک خواهم گذاشت. شما هم لطفاً سابسکرایب یادتون نره و اگر از ویدیوهای ما خوشتون اومد لایک رو حتما برای ما بزنید. خب امروز الگوی کندلستیک تری لاین استریکت رو با هم خواهیم داشت که من تصاویرش رو به شما نشون میدم و بعد طبق معمول بر روی سایت تریدینگ ویو اون رو با هم بر روی جفت ارزی که اونجا انتخاب میکنیم پیدا خواهیم کرد و روندش رو با هم میبینیم که چطور هستش. خب این تصویری که مشاهده میکنید تصویر الگوی تری لاین استریکت هستش. ما در اینجا دو نوع این الگو رو داریم. الگوی بولیش تری لاین استریکت که خب از اسمش پیداست که الگوی بولیش تری لاین همونطور که در تصویر میبینید تشکیل شده از 3 تا کندل صعودی و بعد یک کندل بلند نزولی و کندل بیاریش و الگوی بیاریش تری لاین استریکت که معکوس الگوی قبلی هست و تشکیل شده از 3 تا کندل نزولی رنگ مشکی و یک کندل صعودی بزرگ سفید رنگ که صعودی هست و این 3 تا کندل قبل رو پوشش داده. خب نکته‌ای که ما اینجا داریم این هستش که این کندل بزرگ نزولی در بولیش تری لاین استریکت باید 3 تا کندل قبل رو پوشش بده. تقریبا جایی که بسته میشه با قیمت باز شدن کندل اول برابر هستش و خب معکوس اون در بیاریش تری لاین استریکت جایی که کندل بسته میشه با باز شدن کندل نزولی اول در یک محدوده قیمت قرار دارن. تصویر بعدی رو ببینیم. خب میبینید که در یک پایان روند نزولی یا در یک اصلاح نزولی 3 تا شمع تشکیل شده و بعد شمع صعودی بلندی رو دیدیم که محدوده بسته شدنش در محدوده باز شدن شمع اول وجود داره و بعد از اون بازار به سمت بالا حرکت کرده. خب اینجا هم من تصویر رو بزرگتر میکنم یک مقدار.
اینجا ببینید از تعداد 3 تا شمع خیلی بیشتر وجود داره، ولی خب ما 3 تا شمع آخر رو در نظر میگیریم. میتونیم ترکیب شمع ها هم داشته باشیم اگر این وسط بین مثلا شمع دوم یک 2 تا 3 تا شمع دوجی یا شمع های کوچیک وجود داشت ولی همه سعودی بود، میتونیم ترکیب رو در نظر بگیریم. این حالا زمانی که شما تسلط بیشتری پیدا کردید میتونید این کار رو انجام بدید. این 3 تا شمع رو میبینید که این شمع بزرگ نزولی محدوده بسته شدنش در محدوده باز شدن شمع اول بوده و بعد از اون بازار ریزش شدیدی رو داشته. جلوتر هم به همین صورت در این قسمت ما 3 تا شمع سعودی داشتیم و کندل بعدی این 3 تا شمع رو تقریبا پوشش داده و محدوده بسته شدنش هم در محدوده‌های باز شدن شمع اول بوده و بعد از اون بازار نزولی بوده. خب تصویر بعد رو مشاهده میکنید. الگوی بیرش تری لاین استریک همونطور که عرض کردم این درصد وقوع این الگو که به صورت بعد از دیدن 3 تا کندل نزولی و 1 کندل سعودی درصد 84% رو به بالا حرکت میکنه بازار و تنها 16% رو به پایین حرکت میکنه. برعکس اون در الگوی نزولی 65% رو به پایین حرکت میکنه و 35% رو به بالا. یعنی شما میتونید معاملاتی رو برای حالت سعودی با ضریب اطمینان 84% باز بکنید، یعنی از 50% بیشتره، بدونید که تقریبا این الگو جوابدهی خوبی رو برای ما داره. اگر در بازار این الگو رو مشاهده کردید میتونید با ترکیب الگوهای دیگه یا در قسمت مقاومت یا حمایت اگر این الگو تشکیل شد از این الگو برای ورود به بازار استفاده بفرمایید. خب تصویر بعد رو هم ببینیم. بله اینجا هم بر روی چارت در پایان روند نزولی این 3 تا شمع رو داشتیم و بعد از اون شمع سعودی و بازار رو به بالا جهش خوبی رو داشته و سودهای خوبی رو میتونستیم با استفاده از این الگو داشته باشیم. خب در الگوی بولیش تری لاین استریک در پایان روند نزولی و 1 شمع سعودی بلند در روی جفت ارزهایی که اینجا نوشته بر روی پوند به دلار الگوی بولیش تری 52% احتمال رخ دادنش وجود داره، یعنی بیشتر از 100% 52% ما در این جفت ارز الگوهای بولیشش رو میبینیم و 69% الگوی بیارش یا فروشش رو میبینیم. بر روی یورو به دلار همینطور 60% ما الگوی خریدش رو میبینیم و 59% الگوی فروشش رو و با همینطور تا پایین این جدولی که تهیه کردن روی آوزی به یو اس دی و یو اس دی به کد ما در فروشش این الگوی بیارش تری لاین استریک رو بیشتر مشاهده میکنیم. میتونید از این جدول انتظاری داشته باشین که بر روی چه جفت ارزی کدوم یکی از این الگوها بیشتر تشکیل میشه. مثلا روی آوزی به یو اس دی بیشتر دنبال الگوی بیارش تری لاین استریکش باشید و با موفقیت 72% میتونید این کار رو انجام بدید، یعنی 72% این الگو شما در این جفت ارز بیشتر مشاهده میکنید تا الگوی خریدش رو. این تصاویر رو هم با هم دیدیم. خب ما بعد از این به سایت tradingview.com میریم. این سایت رو آموزشش رو در کانال یوتیوب فارسی قرار دادم. دوستانی که آشنا نیستن میتونن از این ویدیو استفاده بکنن و با محتویات و اجزای این سایت آشنا بشن. بعد از اون به بخش چارت میریم و چارت مورد نظر رو انتخاب میکنیم. من از قبل چارت پوند به دلار رو باز کردم بر روی سایت و دنبال این الگو میگردیم. در پایان روند نزولی و پایان روند سعودی دنبال همچین الگوهایی هستیم. ما دنبال میگردیم با هم ببینیم آیا میتونیم همچین الگوهایی رو پیدا بکنیم یا خیر.
بله، اینجا در این قسمت ما یک الگو رو داریم. من دورش رو علامت میزنم. خب اینجا هم برای دوستان می نویسیم. تری لاین استریک، البته یه بولیش هم اضافه میکنیم اولش. خب در پایان روند نزولی ما 3 تا کندل رو داریم که کندل سبز رنگی که اینجا مشاهده میکنید محدوده بسته شدنش در حول و حوش کندل اول هستش. اجازه بدید من این رو بزرگتر کنم که دوستان ببینن. 1 2 3 و این هم اینجا بسته شده. نحوه ورود میتونیم بعد از این کندل وارد معامله بای بشیم. اگه یادتون باشه در تصویر برای ما در این تصویر گفته بود که حدود 84% بعد از اینکه این الگو رو مشاهده کردید میتونه بازار به سمت بالا حرکت کنه و 16% هم میتونه بازار به سمت پایین حرکت کنه. ما در اینجا میبینیم که این 84% ما به وقوع پیوسته و بازار از اینجا به سمت بالا حرکت کرد. خب نحوه ورود رو هم عرض کردم. بعد از این میتونید وارد معامله بشین و سیف ترین حالت اینکه اولین مقاومت پیش رو تیپیتون رو بذارین. یعنی در این قسمت میتونستین شما تیپی رو قرار بدین در روی این قسمت و میبینید که در اینجا تاچ شده و شما با سود میتونستید بیاد بیرون. استاپ لاست رو هم میتونید در پایان این الگو قرار بدید، چند پیپ پایین تر، و اگر قدرت ریسک بیشتری دارید میتونستید تا اولین مقاومت پیش رو، اولین مقاومت اصلی پیش رو که در این قسمت باشه با بازار پیش برین و سود فوق‌العاده خوبی رو بر روی این جفت ارز بگیرید و حتی بعد از این میتونستین به صورت ریسک فری انجام بدین و سودهای بیشتری رو هم داشته باشین. خب یک مورد دیگه هم اینجا با هم ببینیم. این رو کپی کنیم که نوشتن رو کمتر کنیم زمانش رو. یه دونه هم بیارش تری لاین استریک رو پیدا میکنیم با هم در پایان یک روند صعودی. ما دنبال میگردیم. اینجا میتونه یک الگو برای ما باشه. 3 تا شمع رو داریم. بله اینجا بیارش تری لاین استریک هستش. خب در پایان روند صعودی ما 3 شمع صعودی رو داریم و شمع نزولی که قیمت بسته شدنش تقریبا در حول و حوش قیمت باز شدن شمع اول صعودیمون بوده. بعد از این تونستیم وارد ترید سل یا شورت ترید بشیم و در اولین مقاومت یا اولین حمایت اون رو از اون معامله خارج بشیم. ببینید که در اینجا تونستید از معامله خارج بشید. استاپ لاس رو هم بالای اینجا میتونستیم قرار بدیم. بله در این قسمت یک کم بالاتر میتونستیم استاپ لاس رو قرار بدیم. این هم یک الگوی بیارش تری لاین استریک.
امیدوارم از این ویدیو استفاده کافی رو برده باشید. دوستان در نظرات مطرح کرده بودن که این الگوها رو اگر ترید لایو هم بزنید خیلی خوب هست. بله حتما این کار رو میکنیم. بعد از اتمام الگوهای کندلی و آموزش اونها حتما این کار رو برای هر الگویی که تدریس شده به صورت جداگانه ترید لایو خواهیم داشت. امیدوارم که خوب و خوش و سلامت باشید. لایک یادتون نره و سابسکرایب. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.